و امروز شرمنده قرآن کریم واقعیت هستیم. به تمام علم ها وقت میتیم، با علم طب، علم انجینری، علم اقتصاد، علم حقوق، همه علوم را وقت میتیم، اما علم قرآن کریم که فرض عین است وقت برش نمیتیم. گفتیم که علم قرآن کریم چی بود؟ فرض عین بود دوستان عزیز، یادتان نره. و عذاب هایی که الله متعال به کسایی که درباره قرآن کریم فکر نمیکنن، نمیبینن، نمیاندیشن تعیین کردگی است. الله متعال در سوره اعراف آیه 179 عذاب ها را تعیین کردگی است. کسایی که قرآن کریم را میبینن، میشنوند و خودشان گوش دارند، به اصطلاح میبینن نمیخوانند، اینها چی هستند؟ مثل چارپایا هستند. سوره اعراف آیه 179. و همونطور در سوره طه آیه 124 الله متعال میفرماید. درست؟ خب نوت بگیرید، نوشته کنید. آیه 124 و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کسی از یاد الله غافل میشد، یاد الله همان قرآن کریم از علما میفرماند. هر کس از قرآن کریم غافل میشد، با قرآن کریم عمل نمی کند، تدبر نمی کند، نمی اندیشد، در حقیقت چی است که این شخص در دنیا در عذاب سخت گرفتار میشد. زنکا یک بسیار سختی را میگه، یعنی در زندگی سخت در مشقت گرفتار میشد. کسایی که در قرآن فکر نمیکنند، به کار فکر میکنند، به شکم و معده خود فکر میکنند، به ساختمان ها فکر میکنند، به موترهای زیری فکر میکنند، به زن اولاد فکر میکنند، به تمام امورات زندگی فکر میکنند، اما درباره قرآن کریم فکر نمیکنند. الله متعال اینها را در زندگی در سخت قرار میده، در آخرت هم نابینا حشر میکند. یادتان باشد که خیلی ضرور است که این را بدانید. این هم عذابایی است که کسایی که درباره قرآن فکر نمیکنند. الله متعال برای ما و شما فهم قرآن کریم را نصیب بگرداند. الله متعال به ما و شما توفیق این را نصیب بکند که مطابق قرآن کریم عمل بکنیم، مطابق احادیث که هر بار رسول الله عمل بکنیم، تمسک بجوییم.